سلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال شهناز میدیا. امروز میخواهیم درباره یکی از هنرمند مشهور ترکیه که در فیلم دختر دهاتی با نام گل مشهور است برایتان معلومات پیشنهاد نماییم. به کانال ابونه شدن و گذاشتن لایک را فراموش نسازید. گیزم کراجا 7 سپتامبر سال 1992 در ترکیه به دنیا آمده است. محیط عائلویشان خیلی عادی بود. گیزم قدش 170 سانتی متر، وزنش باشد 55 کیلوگرم می باشد و مویهای درازی دارد. در آینده گیزم هنرمندی امیدبخش و موفق ترکیه شد. مادرش منور از آلبانیا بوده، پدرش باشد در یونان به دنیا آمده است. گیزم به نزدیکی 28 ساله می شود. او زبان انگلیسی را خیلی خوب می داند و میان مردم یک از انسانی دوست داشتنی است. پس از به دنیا آمدن گیزم عائله‌اش از ترکیه می کوچند. چند مدت در ایالات متحده امریکا زندگی نمودند. سپس آنها در کانادا جای گرفتند. پس از 7 سال گیزم با عائله‌اش به زادگاهش ترکیه برمیگردد و در یکی از مکتب‌های ابتدایی همینجا تحصیل را آغاز می نماید. پس از ختم مکتب گیزم حجتهای خود را به دانشگاه فاکولته سوسیولوژی سپرد. در این مدت او زبان فرانسوی را می آموزد. سال 2011 در آزمون میس ترکیه سزاوار جای دوم می گردد. گیزم چهره زیبا و جذابی دارد که به وی امکانیت نمی دهد که میان اکتریسه های ترکیه بی بهره ماند. هواداران زیادی هنرش را دارد. وی با هنرمند برکام اکتایم که همراه در سلسله فیلم ترکی من تا حال امیدوارم نقش بازی کرده بودند. بین آنها مناسبت های جدی به میان می آید و بعدا آنها باشد از هم جدا می گردد. گیزم بعدا چندین بار با صاحبکار جوان موفق کمال اکمکچی وا می خورد. کمال خیلی گیزم را دوست می دارد. با گیزم نیز کمال خیلی معقول می شود. آنها تصمیم عائله‌دار شوی را می کنند. پدر و مادر گیزم نیز به تصمیم گرفته دخترش ارج می گذارد. گیزم عائله‌دار می شود و در شهر ازمیر زندگی می نماید. او آرزوی به زودی مادر شدن را دارد. بهار سال 2017 از چی باشد هنرمند جراحی زانو را می گذرانند که این جراحی با موفقیت انجامید. برای باز هم سلامتیش، برای بهبودی سلامتیش گیزم برای استراحت و فراغت به بحر با همراه شوهرش می رود. گیزم خیلی دختری پرهنر است و قابلیت نوشتن سناریو را دارد. بسیار کتاب ها می خواند، به ورزش تنیس مشغول می شود، می رقصد، سیاحت بسیار می کند، اسب سواری می کند. معروفیت هنرمند میان مردم بیشتر در 2 فیلم پیدا شده است: چورنیا لیوبوف و ولیکا لبنیا ویک. فیلم هایی که در آن گیزم نقش آفریده است: سال 2011 در فیلم ولیکا لبنیا ویک، سال 2013 در فیلم اومینیا یس یشو نادژدا، سال 2014 در فیلم دروینسکایا کراساویتسا. باز خودی همین سال در فیلم یا люблю тебя мой мужчина.
аз соли 2015 то соли 2017 дар силсила филми «Чёрная любовь», соли 2016 дар силсила филми «Улицы Стамбула», соли 2017 дар филми «Буря внутри меня», инчунин боз ҳамон сол дар филми «I love you too» нақш офарида, соли 2018 низ дар як силсила филми дигар низ нақшофарӣ намудааст. Гизем ваъда додааст ки баъди оиладор шудан низ касби ҳунармандиро тарк нахоҳад кард.